گفتم ما میخوایم پیش بینی قیمت خونه رو داریم. فعلا هم 2 تا فیچر بیشتر نداریم، یکی مساحته که نمودار x مون میشه و یکی هم قیمته که نمودار y مون میشه. ما بر اساس x میخوایم y رو تخمین بزنیم. بر اساس x میخوایم y رو تخمین بزنیم و متوجه میشیم که هر چقدر که ببینید یک x1 این میشه y1، این x2 این میشه y2، این x3 میشه y3. چی ما متوجه شدیم؟ متوجه شدیم که هر چقدر x بیشتر باشه y هم بیشتر میشه. پس ارتباطی که بین این دوتا هست ارتباط خطی هست، با افزایش x y هم افزایش پیدا میکنه. حالا من اینو برم جلوتر ببینم چیه. پس میبینید که ما میتونیم چندین خطی رو داشته باشیم که تخمین بزنم، مثلا بگه اگه x اینه y چقدر میشه. ولی چه بهتر خطی رو انتخاب کنیم که اون بهترین پیشبینی رو داشته باشه که به این شکل باشه. پس برگردیم سراغ الگوریتم رگرسیون خطی. من پروژه رو باز کردم توضیح بدم دیگه، پروژه سریع انجام میشه. خب الگوریتم رگرسیون خطی یکی از الگوریتم های حوزه ماشین لرنینگ هست که رابطه بین دو برای پیش بینی، حواستون باشه برای پیش بینی رابطه بین 2 تا متغیر استفاده میشه و میدونیم که روی داده های پیوسته کار میکنه. یکی متغیر مستقل است، یکی وابسته است. پس این میشه متغیر وابستمون و این میشه متغیر مستقلمون. هدف در این مسئله اینه که خطی پیدا کنیم که بهترین رابطه رو بین x و y پیش بینی کند برای لینیر رگرشن. یعنی ما باید کاری کنیم که اون پیش بینی که برای قیمت خونه داره با قیمت اصلی خونه نزدیکترین فاصله رو داشته باشه. پس بچه‌ها ما 3 تا الگوریتم رگرسیون داریم، یکی لینیر رگرشن، یکی پولینومیال رگرشن و یکی لاجستیک رگرشن. اینا برای حوزه خطی و این برای حوزه دسته‌بندی استفاده میشه که در مرحله کلاسیفیکیشن ما لاجستیک رگرشن رو داریم. این چند متغیر است و این تک متغیر است. چون ما گفتیم برای قیمت خونه فقط مساحت نیست و اگر مساحت باشه میشه لینیر، ولی اگر چند تا آیتم داشته باشیم که از الگوریتم چند متغیر رگرسیون استفاده می‌کنیم. خب پس در رگرسیون خطی یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته وجود داره. مدل شیب و خط برازش رو تخمین میزنه، شیب و خط برازش که نشون میده رابطه بین متغیر هست. شیب نشان دهنده تغییر در متغیر وابسته برای هر تغییر در متغیر مستقل هست. پس رگرسیون خطی برای تحلیل پیشبینی در یادگیری ماشین استفاده میشه و رابطه خطی بین متغیر مستقل یعنی همون x و متغیر وابسته یعنی y رو ما رگرسیون خطی میگیم. اگر یک متغیر ورودی وجود داشته باشه، یک دونه داشته باشیم، ما بهش میگیم رگرسیون خطی ساده. پس لینیر رگرشن اگه یک متغیر داشته باشه. خب ببین رگرسیون خطی چیزی که میگم چیه؟ نگاه کنین.
ما یک سری نمونه داریم، یعنی اینا هر کدومشون یه اکسن. درسته؟ هر کدومشون یه اکسن و هر کدومشون یک وای دارن. درسته؟ هر کدومشون یک وای دارن. به این شکل میبینید که ما هر کدوم یه اکس داریم و هر کدومشون یک وای دارن. درسته؟ من گفتم میخوام خطی رو بین اینا پیدا کنم که بهترین خط باشه. برای اینکه اون خط رو ما بخوایم که بهترین خط از پیدا کنیم، یک معادله خطی داریم. وای مساوی با بتا صفر به اضافه بتا یک اکس یک. بتا یک شیب خطمونه، اکس که متغیر مستقلمونه و بتا صفر هم چیه؟ ضریب بتا صفر اون ثابتمونه، بتا یک ضریبمونه که این خط رو میخوایم پیش بینی کنیم. نگاه کنید به این شکل. ما اکس یک رو داریم. اگر بیاید خط رو مماس، اگر بیاید این خطچینه رو ببینید اینجا، این خطچینه رو ببینید اینجا، این خط میگه وای حدش میشه اینقدر. در واقع این مقدار پیش بینی شده است ها، پیش بینی شده است، ولی مقدار واقعیش اینه. این فاصله بین این دوتا تفاوت بین این چیزی که پیش بینی کرده و با چیزی که واقعی هست اینه. و شیب رو هم میدینید دیگه بچه‌ها، شیب هم بتا یک رو هم میدینید. پس این بتا یک، این بتا صفر، گفتم بتا صفر به علاوه بتا یک ایکس و این وای رو برای ما پیش بینی می‌کنه. هر کدوم از اینا رو اگر بیایید ببینید مقدار خودشون اینقدر، این مقدار خودش، این مقداری که پیش بینی شده براش، این مقدار پیش بینی شده است. ما اصطلاح بهش میگیم وای حد. جا نگاه کنید، مقداری که پیش بینی شده و مقدار واقعی خودش. هر چقدر این فاصله کمتر باشه ما متوجه میشیم که خطی که اینجا داریم خط درستری هست و پیش بینیمون پیش بینی درستری است. پس برای اینکه ما بیایم این رو ارزیابیش کنیم، ما مقادیر B0 و B1 رو داریم. برای ارزیابی این که ببینیم رگرسیونمون چطوره، میایم متغیر پیش بینی شده رو منهای متغیر واقعی میکنیم. متغیر پیش بینی شده رو منهای متغیر واقعی میکنیم و این چی رو به دست میاره؟ خطا رو به دست میاره. خطا، هم ارزیابی که میخواستم بگم همین بود، خطا رو به دست میاره. این خطا هر چقدر کمتر باشه مدل ما مدل بهتری هست که اینجا دارید میبینید. و هم بیاد همه خطاهایی که اینجا داریم با هم جمع میکنیم و خطای نهایی به دست میاد. اگر قیمت خونه 200 بوده و اومده 220 پیش بینی کرده، پس میگیم 220 منهای 200 20,000 تومان تفاوت داشته. این پیش بینی که انجام شده. مثلا من این خونه میخوام بخرم، به میگن که قیمتش این اگه بخریش مثلا یک ماه دیگه مثلا 2 میلیارده، من با 2 میلیارد 300 میلیون میخرمش. پس بین 2 میلیارد تا 2 میلیارد 300 اختلافشه. بستگی داره که اون قیمت اون خونه چقدر باشه و میبینی که ریسک دیگه. حالا بعضیا میگه من با 5% اختلاف این پیشبینی رو انجام میدم. منظور از پیشبینی یعنی همین که ما یه چیزی رو پیشبینی کنیم و بعد اون مقدار واقعی خودش که این هست با مقدار پیشبینی خودش رو بررسی کنیم، ببینیم چقدر با هم تفاوت دارن.
اون موقع اون خطی که ما الان داریم که اینجا شما میبینید، اون خط اگر خط بهینه‌ای باشه پس مدل ما مدل خوبی هست. و این هم پیش بینی قیمت خونه‌ای که بهتون گفتم. همین چیزی گفتم شما مساحت رو اگر بخوایم مساحتمون، ببین من یه خطی رو الان نگاه کنید، یه خطی رو پیشورز میکشم، خطم این. خب این x یکمه. ببینید اگر بخوام روی وایش به دست بریم، وای یک قیمت اصلیشه، قیمت پیش بینی شدهش اینه دیگه. شما باید مماس کنید با خط بعد بگیرید. این وای حتش. برای هر کدوم از اینا همینطور. این میشه وای 2 و این تیکه میشه وای حت 2. وای 3 x 3 که میشه قیمت اصلیش، این وای حت 3. همه اینا رو میان مقادیرشون رو، تمام این نمونه ها رو میان خطاشون رو به دست میارن و خطای نهایی رو، میانگین خطای نهایی رو به دست میارن و میفهمن که این مدل چقدر مدل خوبی بوده. پس برای ارزیابی ما روش‌های مختلفی داریم که اینجا شما دارید میبینید. متریک هایی برای رگرشن رو داریم، مین ابسولوت ارور قدر مطلق خطا رو داریم، مین اسکوئر ارور توان دوم خطا رو داریم و روت مین اسکوئر ارور اون جذر میانگین توان دو خطا رو داریم.